اینجا هیچ چیز تکراری نیست. هیچ ادیتی هم نیست. فقط گوش بده و فکر کن. تو این اپیزود پادکست قراره درباره یه موضوع باحال و مهم حرف بزنیم. چطور از شر هر نوع اعتیادی خلاص بشیم؟ حالا فکر نکن فقط منظورم اعتیاد به چیزای سنگین مثل مواد یا الکله. نه. اعتیاد میتونه به هر چیزی باشه. از غرق شدن تو اینستا و تیک تاک بگیر تا ساعتها گیم زدن، یوتیوب دیدن یا حتی وسواس به یه سری عادتهای کوچیک. انگار مغز ما عاشق اینه که هی تحریک بشه. ولی خب وقتی این عادتها از کنترل خارج میشن میتونن حسابی زندگیمونو به هم بریزن. یهو به خودمون میایم میبینیم داریم راههای تاریک و عجیب میریم. مثلا یهو شدیم رئیس یه سرور دیسکورد که 24 ساعته آنلاینی. حالا چی میشه اگه از این چرخه بیایم بیرون؟ میتونیم آدمای پر انرژی تر، با اعتماد به نفستر و خوشحالتر بشیم. بریم ببینیم چطور میتونیم این کارو بکنیم. چرا اصلاً معتاد میشیم؟ داستان از این قراره. مغز ما یه سیستم پاداش داره. هر وقت یه کار حال خوب کن انجام میدیم، مثل خوردن یه شکلات خوشمزه، گیم زدن یا حتی اسکرول کردن تو اینستا، مغز یه ماده شیمیایی به اسم دوپامین ترشح میکنه که حس خوشحالی بهمون میده. ولی بعد یه مدت این دوپامین میاد پایین. حتی گاهی پایین‌تر از حالت عادی. اینجاست که حس خستگی، بی‌حوصلگی یا حتی ناامیدی بهمون دست میده. مغزمون برای اینکه دوباره حالش خوب بشه، میره دنبال همون لذت سریع. این چرخه هی تکرار میشه و ما بیشتر و بیشتر تو دام اعتیاد میافتیم. حالا چطور از این چرخه خلاص بشیم؟ بریم سراغ قدم‌ها. قدم اول، قبول کن که یه مشکل داری. اولین و مهمترین قدم اینه که با خودت رو راست باشی. بگی آره، این عادت داره به هم آسیب میزنه. مثلا یکی میگه من که فقط برای تفریح گیم میزنم. ولی وقتی میبینی شبها تا صبح پای کنسول هستی و روزها هم مثل زامبی ها راه میری، وقتش قبول کنی یه چیزی درست نیست. قدم دوم، یه جایگزین باحال پیدا کن. من خودم یه زمانی معتاد PS بودم. ساعتها گیم میزدم و انگار زندگیم داشت از دستم میرفت. یه روز تصمیم گرفتم برم ورزش. کم کم ورزش کردن شد منبع جدید حال خوبم. حس می‌کردم دارم پیشرفت می‌کنم. بدنم قوی‌تر شده و اعتماد به نفسم رفت بالا. نمیگم یهو همه چیزو بندازی دور، ولی یه چیز سالم پیدا کن که حالتو خوب کنه. مثلا یه کتاب باحال بخون. یوگا کار کن. با دوستات بگرد و گپ بزن. اینا میتونن جای اون عادتهای قدیمی رو بگیرن و حالتو بهتر کنن. قدم سوم، یه هدف یا وسواس مثبت پیدا کن. بعضی وقتا جایگزینای ساده کافی نیستن. اعتیاد اونقدر قویه که ورزش یا کتاب خوندن نمیتونه جاشو پر کنه. اینجاست که باید یه هدف بزرگ یا پروژه‌ای پیدا کنی که کل حواستو ببره. مثلا یه کسب و کار راه بنداز. یه مهارت جدید یاد بگیر. یا برو دنبال یه چیزی که همیشه آرزوشو داشتی. وقتی غرق یه هدف باحال بشی، دیگه وقتی برای اعتیاد نمیمونه. قدم چهارم، حال روانتو خوب کن. بعضی روزا حالمون خوب نیست و مغزمون میره دنبال همون لذتای سریع. ولی اگه از نظر روانی حالمون خوب باشه، کمتر سراغ این چیزا میریم. چند تا کار ساده که حسابی حالتو خوب میکنه، مدیتیشن کن. حتی 5 دقیقه در روز. بابت چیزای کوچیک زندگی شکرگزار باش. ورزش کن. چون بدن سالم، ذهن سالم. با آدما مهربون باش و رابطه‌های قشنگ بساز. قدم پنجم، خودتو از نو بساز. بعضی وقتا باید خودتو یه جور دیگه ببینی. من یه بار عاشق یه نفر شدم و خواستم باهاش رابطه‌ای داشته باشم.
یهو دیدم دیگه کششی به سمت عادتهای قدیمیم ندارم. چرا؟ چون دیگه خودمو تو اون نقش نمیدیدم. وقتی به خودت بگی من آدمیم که زندگیمو کنترل میکنم، کم کم رفتارای قدیمیت خود به خود محو میشن. قدم ششم، لغزش رو بپذیر. بالاخره یه روزایی ممکنه دوباره برگردی سراغ عادت قدیمیت. اشکال نداره. لغزش یعنی یه اشتباه کوچیک، نه شروع از صفر. خودتو سرزنش نکن. مثلا اگه یه هفته تونستی از یه چیزی دوری کنی و یه روز دوباره خراب کردی، به اون یه هفته افتخار کن و برای هفته بعد هدف جدید بذار. حرف آخر دوست من، رها شدن از اعتیاد یه سفر هست، نه یه مقصد. لازم نیست یه شبه همه چیز عوض بشه. قدم به قدم پیش برو، خودتو بشناس و برای خودت زندگی بهتری بساز. تو میتونی از هر چیزی که داره اذیتت میکنه خلاص بشی و بشی همون آدمی که همیشه آرزوشو داشتی. نظر تو چیه؟ تو چه تجربه‌ای از کنار گذاشتن عادتهای بد داری؟ تو کامنت ها برامون تعریف کن. تا اپیزود بعدی مراقب خودت باش رفیق.